هاشش داره اینجا کار میکنه. علی پاشو برو سرسیلند این پژو رو از تراشکاری بگی بیاد. بابا من کار دارم امشب باید برم شهرم. تو چرا نمیفهمی؟ پاشو دیگه. شهر بلبره دیگه ها. برو حرف نزن بدو. فرو. ببین من یه تیکه گنده هستم براش. وای من خیلی استرس دارم. ببین استرس نداشته باش، من میرم تو کارش تا چند مین دیگه میفهمی انتخاب درست بوده یا نه. سلام آقا، ببخشید ماشینم ریپ میزنه، نمیدونم مال چیه، میشه نگاه بهش بندازی؟ کاپوتشو میکشین. میگم شما همیشه مشتریاتون رو نگاه نمی‌کنین؟ فکر نمی‌کنم. برای خودت زندگی کن، برای خودت بمیر. دیگران دیگرانن، هر چقدر عزیز و نزدیک باشن یه روزی بهت ثابت میشه که خیلی غریبن. سلام و درود جوان ایرانی. سلام. نظرتون چیه به جای اینکه بگیم شب یلا بگیم شب ترویج فرهنگ مهمانی؟ نمیدونم، میخوام اسمش عوض کنم. کاش یه فکری برو وضعش بکنم. وضعش بگی چشه؟ چشه؟ شما یه هندونه یه آجیلی چیزی بخوای شب یلدا بگیری جلو مهمونات بذاری، نمیشه که تا صبح مهمونات با پانتومیم سرگرم بکنیم. بالاخره یه چیزی میخوان دیگه. مسی میمونی بچه گوشش درد بکنه، من ببرمش دکتر بگم گوشش درد میکنه، بگه اسمش چنگیز بکنه فرنگیز، خب گوشش خوب میشه. نه دیگه، یه فکری برو وضعش بکنه. باید اسمش میخوام شب یلدا طولانی ترین شب ساله، در مورد اون صحبت کنیم. شب یلدا فقط طولانی ترین شب سال نیست، خیلی شب طولانی ما داریم تو سال. سلام عزیزم، خوشگله. اینو فرهاد برام خریده، خسته شدم بس برام کادو خرید. منی که عاشق کادو بودم الان دیگه بیزارم. آره عزیزم خیلی خوشگله، مبارکت باشه، دورت بگردم. سلام خاله. راستی صادق برات از این کارا میکنه؟ اصلا آخرین باری که واسه چیزی خریده کی بوده؟ والا زیاد بهش فشار نمیارم، البته نیازی هم ندارم. خدا رو شکر هر موقع هر چیزی که خواستم تا جایی که در توانش بوده برام فراهم کرده و هیچ وقت ازم دریغ نکرده. درسته، ولی نباید خودمون رو گول بزنیم. تا جایی که من یادمه آخرین لباس زمستونی آیسا رو 2 سال پیش خریدیم. باشه چشم، فردا میرسم خدمتتون. سلام، حالتون خوبه؟ خوب هستی؟ سلام بابا. سلام عزیزم.